همسایه‌ها محکوم شدن و مجازاتشون هم اجرا شد. اگه میخوای ببینی چطوری همسایه‌هامو محکوم کردم، تا آخر ویدیو با من باش. سلام به روی ماهتون. شراره عنایتی هستم، وکیل پایه که دادگستری. بعضی از دوستان ایراد گرفتن، البته بعضی هم نه، یکی از دوستان ایراد گرفتن، گفتن چرا میگی وکیل پایه یک دادگستری. فکر کردم اول ویدیو براتون توضیح بدم که وکلا پایه های مختلفی دارن و وکیل پایه یک در واقع بالاترین رتبه در وکالت هستش. بعضیا کارآموز وکالتن، بعضیا وکیل پایه 2 و بعضی هم وکیل پایه 3 که حالا پایه 2 و پایه 3 در واقع وکلایی هستن که کارهای خلاف کردن و مجرم بودن و اینها، و کارآموز وکالت هم که افرادی هستن که تازه کار هستن در واقع. حالا من اگه میگم براتون وکیل پایه که دادگستری هم، به این علت که میخوام شما متوجه شید که از نظر رتبه در چه درجه‌ای قرار دارم. مثل که یکی بیاد بگه براتون سلام من نظامی هستم، خب شما میگید درجه نظامی بودن چیه؟ سرهنگی، سروانی، صدفانی، چی هستی؟ و حالا برای کسایی که ویدیو رو از توی اکسپلور پیدا میکنن و میبینن، در واقع لازم هستش که این رو من در ویدیو بگم که متوجه بشن که در واقع چه کسی هستش و در چه رتبه‌ای هستش، از نظر اینکه حالا ارزش ویدیو در واقع مشخص بشه براشون. و برای همین مجبور هستم که بگم دیگه. فکر نکنید این فخر فروشیه یا اینکه حالا عقده‌ای بازیه یا چیزی. نه، هیچ کدوم از اینها نیستش و به علت اینکه خب انواع دیگه ای از رتبه ها رو هم داریم، مجبور هستم که برای تفکیکش این رو خدمتتون عرض کنم. در یکی از ویدیوهام خدمتتون عرض کردم که من با همسایه‌هام مشکلات فراوانی بر سر مشاعات دارم و یه توضیحاتی هم براتون دادم و گفتم که اینها محکوم شدن. کاری که اینا کرده بودن این بود که بارها به دادسرای انتظامی وکلا مراجعه کردن، پرونده‌های سوری تشکیل دادن برای اینکه حالا منو آزار بدن. به حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بارها مراجعه کردن، نامه نوشتن، حتی یه نامه‌شون رو اشتباهی تو گروه ساختمون آپلود کردن و من در لحظه نامه رو سند زدم به ایمیل خودم برای اینکه بتونم ورش دارم، چون حدس میزدم که اشتباه ارسال شده و به زودی اون رو دیلیت میکنن و کلی حرف پشت من نوشته بودن. این نامه خطاب به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود. مشکلاتی که من با این افراد داشتم اینه که اینها خب چون تعداد واحدها اینجا زیاده و مشاعات زیاد هستش، در واقع اینا دست از مدیریت بر نمیدارن و چسبیدن به اون صندلی مدیریت و کار رو هم خوب انجام نمیدن و با اختلالات بسیار زیادی ما اینجا مواجه هستیم. مثلا سیستم سرمایشمون درست حسابی کار نمیکنه. بعد شارژ هامون معلوم نیست به کجا میره. سال 1401 و 1402 اینها 20 میلیارد تومان شارژ در حساب هاشون وارد شد، ولی خب هیچ بیلانی ندادن که این پول چی شد و تأثیری هم در مشاهد دیده نشد، یعنی مشاهد هیچ فرقی نکرد. اینا همه مسائلی بود که من با اینا مشکل داشتم. حالا دوستانی که چند ویدیوی قبلی رو مشاهده کردن، بعضیشون گفتن بیچاره مثلا اینا که با شما همسایه شدن، ولی واقعیت اینه که اونا بیچاره نیستن. من بیچارم که با اینا همسایه شدم و اینا هم سایه منو با تیر میزنن. خدمتتون عرض کنم که اینها در همون سال 402، یعنی بعد از اختلافاتی که حالا ایجاد شده بود سر اون پولهای زیادی که جمع شده بود و معلوم نشد آخر چی شده و اینها، اومدن یه استشهادیه ای رو علیه من پر کردن. یعنی اومدن یه استشهادیه تنظیم کردن، اینو توی جمع و محل و اینها گردوندن که من دارم نظم مجتمع و اینها رو به هم میزنم و 2 نفر دیگه که اینها آقا بودن رو هم اومدن اسمشون تو این استشهادیه آوردن و این مجمعی رو من و سایر مالکین اومده بودیم تشکیل داده بودیم. مجمع مالکین در واقع اومده بودیم تشکیل داده بودیم که اینا گفتن این مجمع شما غیر قانونیه و توی همین استشهادیه این موضوع رو هم عنوان کرده بودن. نهایتا دادگاه اینها رو به 74 ضرب شلاق تعزیری تعلیقی و الزام به عذرخواهی با نصب بنر محکوم کرد.
به علت اینکه تمام مواردی که توی اون استشهادیه اینها آورده بودن کذب بود و اومده بودن این استشهادیه رو بین تعداد زیادی آدم که در حدود 700 نفر بود گردونده بودن و حالا امضای اینها رو به چه طریقی گرفته بودن نمیدونم، ولی فکر میکنم یه سری از این 700 نفرم باز سایه منو با تیر میزدن که اومده بودن همچین چیزایی رو نوشته بودن، در واقع امضا کرده بودن و تایید کرده بودن، اومدن یه پاپوش درست کرده بودن، بعد اومدن این استشهادیه ها رو ازش شروع کردن استفاده کردن در مراجع انتظامی وکلا و اینها و گردوندن توی حالا محل مراجع انتظامی وکلا که بعد من رفتم شکایت کردم. شکایت بیشتر روی پاشنه در واقع این موضوع میگشت که من وکیل هستم و اینها اومدن آبروریزی کردن و خب برای وکیل اعتبار هست در جامعه که حرف اول و آخر رو میزنه. به همین دلیل بود که اینها محکوم شدند و به اتهام نشر اکاذیب و بالاخره رأیی که دادگاه محترم صادر کرده بود در خصوص الزام به عذرخواهی اجرا شد در هفته گذشته و خیلی قشنگ بود. خلاصه تو فیلم گرفتم که در ادامه میگذارم. البته اسم محکومین رو حذف کردم و اسم سایر شکات رو هم حذف کردم به خاطر اینکه حالا محکومین حالا درسته این کارهای زشت رو کردن ولی نمیخوام که حالا اسمشون تو فضای مجازی پخش بشه و بیشتر از این آبروریزی بشه براشون. بعد کافی تنبیه شدن. ما هم ببینیم این بنر رو و من دوباره برمیگردم. محکومان اول اومده بودن یه بنر به درد نخور نصب کرده بودن روز قبلش که ما متوجه شدیم و رفتیم اون بنر رو جمع کردیم و بعد این بنر به دستور دادگاه تنظیم شد و حالا متنش منظورم هستش و بعدش هم دستور ساخت و اینا اومد روش و آوردیم با دستور قضایی و دستوری که به کلانتری داده شده بود این رو بر ورودی محل زندگی خودم نصب کردیم و واقعا عین ولوله توی تمام ساختمون ما خبرهای مربوط به این بنر منعکس شد. خیلی از من و حالا اون دوتا شاکی دیگه ایراد گرفتن که اومدیم آبروی ساختمونمون رو بردیم در حالی که خودشون از اون 700 نفری بودن که اومده بودن این استشهادیه‌های موضوع این بنر رو امضا کرده بودن. حالا این میتونه خیلی الگوی خوبی باشه برای کسای دیگه که با همسایه‌هاشون مشکل دارن. بین این 4 نفر که محکومین پرونده بودن این آقای خسرو بیچاره زیاد توی داستان نبود و این 4 نفر در واقع هیئت مدیره بودن توی ساختمون ما و هنوزم هستن. خیلی جالبه. آقای خسرو رئیس هیئت مدیره بود، آقای داوود نایب رئیس هیئت مدیره بود، آقای رضا حسابدار که نمیشه گفت خزانه دار در واقع خزانه دار هیئت مدیره بود و آقای محمد رضا مدیر عامل بود. این وسط آقای داوود بود که خیلی این داستان رو چیده بود و آقای محمد رضا بود که اصلا از اول این در واقع فکر به سری زد که بیاد چنین استشهادیه هایی رو تهیه کنه. اولش آقای محمد رضا بود و بعدش آقای داوود بود که اومد به دادسرای انتظامی و سعی کرد زیراب منو بزنه و بعد هر روز تو گروه ساختمون میومد شماره 1580 که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هست رو میذاشت، میگفت برید زنگ بزنید ازش بعد بگید و اون آقای رضا بود که اون نامه‌ای که بهتون گفتم رو تو گروه ساختمون بارگذاری کرده بود و آقای خسرو هم رئیس هیئت مدیره بود. خلاصه که تموم شد دیگه، چند روز دیگه هم این بنر جمع میشه. خدمتتون عرض کنم در ادامه ویدیو میخوام درباره نحوه تعیین شارژ آپارتمان مطالبی رو خدمتتون عرض کنم که یکی از سوالای مخاطبین عزیز بوده در کامنت های یکی از ویدیوهای بلند، اینکه چطوری باید شارژ آپارتمان محاسبه بشه و چطوری بین مالکین یا ساکنین تقسیم بشه، یعنی سهم هر کسی هر واحدی به چه صورت باید تعیین بشه. به طور کلی باید تمام هزینه‌های آپارتمان از 0 تا 100ش توی 1 ماه ارزیابی بشه، مشخص بشه که هزینه‌ها چقدر بوده و هزینه‌های عادی و روزمره، هزینه‌های اضافی و اینها و هزینه‌های ویژه نباید محاسبه بشه در میزان شارژ ماهیانه و در واقع در شارژ ثابت. هزینه‌های روزمره باید محاسبه بشه. به فرض اگر در 1 ماهی موتورخونه ایرادی پیدا میکنه
شما نباید این رو بیارید وارد کنید در هزینه هاتون، بلکه اون رو باید بذارید توی هزینه هایی که حالا اتفاقی هستش و ممکنه که در هر زمانی پیش بیاد و حالا میتونید برای این کار هم یک ذخیره ای رو توی صندوق ساختمون در واقع قرار بدید. اما برای هزینه های روزمره و عادی ساختمون همطور که عرض کردم هزینه های روزمره رو محاسبه بکنید، ببینید که در ماه چقدر میشه و اگر شما مدیر ساختمون نیستید از مدیر ساختمون بخواید هزینه های یک ماه رو به شما اعلام کنه و اون هم حتما بخواید که در واقع یک حالا دفتری، یک حالا حسابداری چیزی داشته باشید که یه موقع تخلفی صورت نگیره، چون متاسفانه من اینو زیاد دیدم که مدیران ساختمون ها میان از مبالغ شارژ برای خودشون هم ور میدارن، یعنی در واقع میدزدن شارژ رو. و اینکه بعد اینکه حالا مشخص شد در ماه شما چقدر هزینه برای اون ساختمون دارید، میایید بر حسب متراژ هر واحد اون رو تقسیم میکنید. فرض میکنیم یک آپارتمانی 6 واحد هست که 4 واحدش 100 متره و 2 واحدش هر کدوم 200 متر هستش. الان اینجا در واقع ما میایم کل هزینه های آپارتمان رو تقسیم بر 8 میکنیم. هر کدوم از اون 100 متریا سهمشون میشه 1/8 و سهم اونهایی که 200 متر هستش زیربناشون میشه 2/8، یعنی 1/4 از کل هزینه های آپارتمان. راه دیگه ای که وجود داره برای آپارتمان های کم واحد مثلا 3 تا و اینها هستش که میتونید به تعداد این هزینه ها رو محاسبه کنید. به فرض مثلا یکی داره 1 نفره توی خونه، یکی 2 نفره، یکی 5 نفره. خب قطعا اینها آبی که مصرف میکنن به یک اندازه نیست. میتونید بیاید به تعداد این رو تقسیم کنید. کل افرادی که توی اون ساختمون زندگی میکنن 10 نفر باشن، یکی 1 نفر هست، یکی 3 نفره و یکی 6 نفر مثلا هستش. بیای کل هزینه ها رو یا حالا قبض آب و برق مشاعات رو تقسیم بر 10 کنید و همینطور قبض گاز رو تقسیم بر 10 کنید و به تعداد حساب کنید. مثلا بیایید بگید که اون 1 نفر 1/10 پول گاز و آب و برق مشاعات رو بده، اون خانواده که 4 نفر هستن 4/10 که در واقع میشه 2/5 و اون خانواده که 3 نفر هستن 3/10 از اون هزینه ها رو پرداخت بکنن. هزینه های دیگه مثل نظافت و اینها هم باز میتونه بر اساس طبقه و حالا تعداد افراد محاسبه بشه، چون ببینید مثلا کسی که طبقه پایینه راه پله های طبقه بالا رو شاید به ندرت استفاده کنه، فقط بخواد بره پشت بام و بیاد، ولی کسی که مثلا طبقه سوم هستش خب ممکن راه پله رو بیشتر استفاده بکنه. اینا رو هم تقسیمش رو میشه باز به همین صورت محاسبه کرد. البته این فقط برای مواردی که تعداد واحدهای آپارتمان کم هستش. اگه مثلا شما 20 واحد، 30 واحد، 40 واحد، 100 واحد باشید دیگه نمیتونید به این صورت محاسبه کنید، چون نمیتونید بیاید تک تک ببینید که تو هر خونه چند نفر دارن زندگی میکنن. اینا خیلی سخت و پیچیده میشه و بهتر هستش که به تعداد واحدها بیاید این مبالغ رو تقسیم کنید و موضوع تعداد رو کنار بگذارید. ولی کلاً تعداد رو اگر بگیرید عادلانه تره، یعنی به اون در واقع حلال و حروم و عدالت و اینها خیلی نزدیکتر هستش. اما خب میگم بعضی اوقات چاره‌ای نیست، مجبور هستید که به تعداد واحدها بیاید این رو تقسیم بکنید. خب در مورد شارژی که برای تعمیرات و اینها و اتفاقات غیر منتظره در واقع میفته، اون باید بین افراد با توجه به میزان سهمی که توی ساختمون دارن تقسیم بشه. همطور که خدمتتون عرض کردم توی مثالی گفتم اگر یک آپارتمانی باشه 6 واحد باشه که 4 واحدش 100 متری و 2 تا 200 متری باشه، هر کدوم از اون 100 متریا 1/8 و هر کدوم از اون 200 متریا 2/8، یعنی 1/4 سهمشون از شارژ حالا ماهیانه هستش. در مورد تعمیراتی که برای مشاعات و حالا موتورخونه اونها انجام میشم باید دقیقاً به همین صورت باشه، یعنی بر اساس زیربنا این موضوع بیاد حساب بشه. در شارژ تعمیرات و اینا ملاک تعداد افراد اصلا نباید در نظر گرفته بشه، چون اصلا چیزی نیست که بشه بهش
استناد کرد و گفتش که حالا به عدالت نزدیکه و اینا. نه اصلا اینطور نیستش و اصلا ملاک مناسبی برای تقسیم تعمیراتی که مربوط به مشاهات هستش نیستش. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. اگر کانال رو سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.